عشق یک بار هست، بار دوم اعتبار نداره، یک بار اتفاق میفته عشق. یکی میگه من تا حالا 5 بار عاشق شدم، این نمیدونه چی داره میگه. خب یک باره. عشق یک تجربه الهیه برای اینه که ما اون رحمانیت رو در سطح ناسود، یعنی در سطح خودمون بفهمیم که اینقدر ما که الان عاشق شدیم، اینقدر خود بی خود شدیم و نوعی فنا قرار گرفتیم، چون دیگه خود رو دیگه این وسط نمیبینیم، در نوعی فنا قرار میگیریم. اینو تجربه میکنیم، یه تجربه الهیه که این تجربه الهی برای اینه که ما در این سطح این رحمانیت رو بفهمیم. حالا اگر یک کسی بگه من 7 بار عاشق شدم، یعنی که عشق قبلیش باطل شده، عشق اون قبلی هم اون یکی رو باطل کرده، اون یکی هم باطل، در حالی که عشق جاودانه است، عشق باطل نمیشه. اینو به همه میچشونه. بنابراین مقدره که این بخش از رحمانیت چه کار بشه؟ چشیده بشه.